ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری کز نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. درود و مهر عرض می‌کنم خدمت همه از عزیزان. با مجموعه داستان‌های عاشقانه در خدمتتون هستیم. انشاءالله که با ما همراه باشید و با عاشقانه‌های زیبای ادبیات آشنا بشید. الهی سینه‌ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. در این راه امید پیچ در پیچ، مرا مهر تو می باید دگر هیچ. داستان عاشقانه زال و رودابه. رودابه راز دلش رو و عاشق شدنش به زال رو به 5 تا از کنیزکاش میگه و میگه که پر از پور زام است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. همیشه دلم در غم مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. و بهشون میگه که من عاشق اون هستم و خواب و آرامش از من گرفته شده از اون وقتی که شما تعریف اونو کردید. و از اونا میخواد که به دیدن زال برن و از اون بخوان که به دیدار رودابه بیاد. یک قراری با هم دیگه بذارن تا هم دیگه رو ببینن. اون کنیزای رودابه خیلی ناراحت میشن و میگن که چرا میخوای زال رو ببینی، چرا عاشق یک کسی شدی که مور پرورده هست، عیب داره، موش سفیده، موجه های سفیده و تو که اینقدر برازنده هستی، دختر پادشاه هستی، همسر خیلی بهتری نصیبت میشه و اصلا درستش نیست که عاشق این بشی. رودابه به اونها میتوپه و میگه که من نصیحت شما رو نخواستم، فقط دستور منو اجرا بکنید. و هدایایی به اونها میده و از اونها میخواد که برن در اطراف تفرجگاه و اگر زال یا یکی از افراد نزدیک زال رو دیدن یک قرار ملاقاتی با هم بذارن. کنیزکان هم به بیرون تفرجگاه میرن و در اونجا به گشت و گذار مشغول بودن که زال رو میبینن که داره شکار میکنه. داشته با تیر مرغ شکار میکرده و چند تا از قرقاول هایی که شکار کرده بود رو به اون کنیزای رودابه میده و از اونها میخواد اونها رو به دست رودابه برسونن و اونها هم هدایایی که رودابه فرستاده بود رو به زال میدن و از زال میخوان که شب به کاخ رودابه بیاد و رودابه منتظر زال شب هنگام در کاخ خودش هست. شب هنگام که موعد دیدار زال و رودابه بود، زال به پایین کاخ رودابه میره و رودابه طبقه بالای یک کاخ بسیار بلند بوده و زال نمیتونسته علنا نمیتونسته وارد کاخ بشه و به دیدار رودابه بره و به رودابه میگه که یک چاره برای دیدار اون پیدا بکنیم، چه تو بالای کاخ باشه و من پایین و یکی چاره راه دیدار جو. چه پرسی تو بر باره و من بکو، کمندی گشاد او ز سرو بلند. کس از مشک زان سان نپیچد کمند، خم اندر خم و مار بر مار بر. بر آن غبغبش تار بر تار بر. بدو گفت برتاز و برکش میان، بر شیر بگشای و چنگش کیان. بگیر این سیه گیسو از یک سویم، ز بهر تو باید همی بازویم. بدان پروریدم من این تار را، که داده است دیدی کند یار را. رودابه موهای بسیار بلندی داشته که تا پایین پاهاش بوده